دهه دریاآباد ناحیه رودکی، مکانی که مادر و 3 فرزند نابالغ او کشته شدند. حادثه شب 5 به 6 سپتامبر در این خانه رخ داده است. همسایه‌ها جسدها را پس از 2 روز پیدا کرده‌اند. شهلا نظرова 44 سال داشته است. فرزندانش حبیبه 17 ساله، حمیده 15 ساله و شرف 12 ساله بوده‌اند. حالا خانه‌ای که کشتار رخ داده است از جانب کارمندان مقامات انتظامی احاطه شده است و در این دهه چاره‌های امنیتی تقویت یافته‌اند. پس از این حادثه ساکنان دریاآباد آسایش را از دست داده اند و با ترس و اضطراب زندگی دارند. کوچه ها خالی و در و تریزه ها محکم. بسیاری از عائله ها برای حفظ جان خود در یک خانه جمع می شوند. خیلی کودکان ترسیدن، نمیترسن، همه کودکان ترسن، همه همسایه‌ها میان در یک خونه میروند، میترسن. نکه ما ندیدیم دختر چی تعریف میکردن که اونم خوبه. دلی من برای هم کودکان خراب شد. و کودکان چی گناه داشت؟ و یا شاید الله امیر حمزه برشنه. خدا نتامه حالا میره امیر حمزه در وقت پیغمبر کشتگان کو یا کودکان همه خیلی. اهل دهه و همسایه ها درباره قضیه کشتار با احتیاط گپ میزنند. پس از این حادثه همدهه قربانیان محمدی ولیوف که در نیروگاه برقی آبی راغون کار میکرد به رخصتی برآمده و به دهه‌اش برگشته است تا کنار خانواده اش باشد. کودکای میترسند، کودک میده دارن یا 6 ساله یا 8 میخوان. من شوهر بیچاره یا بود مسجد این به بیچاره راستی در میراد یا راستی در اینجا میشه. میدونی وشه بودن ایشون خوبه، میدونی گنده نبود، در کسان بدی نداره میشه. حمیده یکی از دختران کشته شده خواننده صنف 8 این مکتب بود. راهبر مکتب و دیگر آموزگاران بعد تاکید مقامات درباره خواننده مرحوم چیزی نمیگویند. تنها یک آموزگار گفت که حمیده اگرچه علاخوان نبود اما با استادان و همصنفانش معامله خوش داشت. به قول همسایه ها حلیم ابراهیموف شوهر شهلا که ماه مارس به روسیه برای کار رفته بود روزهای 6 و 7 سپتامبر با عائله‌اش تماس گرفته نمیتواند. پدر عائله به همسایه زنگ زده خواهش میکند که به خانه رفته از حال زن و فرزندانش خبر گیرد. روز 8 سپتامبر همسایه ها جسد این عائله را دریافت کرده به پلیس خبر میدهند. حلیم ابراهیموف به وطن برگشته است. جسدها را روز 9 سپتامبر در دهه مسکین آباد ناحیه فیض‌آباد مکان زیست پیشینه این خانواده به خاک سپاریده‌اند. ما پیوندان قربانیان را پیدا کردن نتوانستیم. به اطلاع ساکنان این دهه حالا همه پیوندان با شمول شوهرش و پدر و مادر و دیگر خویشاوندانش همه در ناحیه فیض‌آباد قرار دارند. در خانه حالا هیچ کس نیست و کارمندان مقامات قدرتی آنجا را تفتیش میکنند. مقامات تا حال درباره این کشتار رسما معلومات نداده اند. نماینده وزارت کارهای داخلی به آزیا پلیوس گفت که تفتیشات ادامه دارد و به خاطر خلل وارد نکردن به کار تفتیشات نمیتواند معلومات بیشتر دهد. اما کارمندان مقامات انتظامی از ساکنان خواستند که احتیاط کار باشند، فرزندان خود را به نظارت نگذارند و در صورت مشاهده شخصان شبهناک به آنها خبر دهند. مهرفرین نجیبی، آزیا پلیوس.